سلام به همه AI نیوزی های عزیز. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. یادتون نره که دکمه سابسکرایب رو فشار بدید و پیج منو دنبال کنید، لایک کنید، کامنت بذارید و ازم حمایت کنید. امروز اومدم در رابطه با یه سری کلیپ ها باهاتون صحبت کنم که این روزها خیلی ترند شده، مثل این کلیپی که الان دارین توی پس زمینه توضیحات من میبینید. دیگه الان لازم نیستش که بخوایم برای اینکه توی اینستاگرام ویو بگیریم یا اینکه توی یوتیوب بخوایم ویو بگیریم بخوایم حتما جلوی دوربین حضور داشته باشیم یا اینکه کلیپ ها رو خودمون خلق کنیم، ایجاد کنیم، گروه فیلم برداری بگیریم، سناریو نویسی کنیم. این دست کارها رو دیگه الان با هوش مصنوعی های مختلفی که اومده اصلا نیاز نیست انجام بدید. شما کافیه برین ببینید توی اینستاگرام یا توی یوتیوب کدوم یکی از این ویدیوها ویو بیشتری میگیرن، همون رو براش سناریو بنویسید و با هوش مصنوعی های مختلف اون سناریو رو اجرایی کنید. هوش مصنوعی های مثل لوما، مثل لئوناردو، اینها همه هوش مصنوعی هستن که میتونن براتون این ویدیوها رو خلق کنن. کاری هم نداره توی چت جی پی تی ازشون بخوایم بهتون سناریو بدن، همون سناریو رو تو اون هوش مصنوعی کپی پیست کنید. حتی اگر هم که هیچ هوش مصنوعی به ذهنتون نرسید، میتونید از خود چت جی پی تی کمک بگیرید و که براتون هوش مصنوعی شما معرفی کنه، سناریوی مرتبطش رو بنویسه. و این نکته خیلی مهمی که وجود داره، خیلی از این هوش مصنوعی ها نیاز به فیلتر شکن نداره و خیلی هاشون همون اول یه سری توکن رایگان بهتون میدن. یعنی شما میتونید با هوش مصنوعی های مختلف ویدیوهای متفاوت بسازید. دوستتون دارم.